نشنیدید؟ نه کمی تحمل داشته باش بانو، حتما پیدایش میشم. کجا رفته؟ چه شده؟ او را چه کردید؟ حرف بزن. آرام باش ببینم چه اتفاقی افتاده. چه شده؟ من داخل خانه به کار مشغول بودم. بچه‌ها در حیاط بازی می‌کردن. ناگهان شنیدم یوسف را صدا می‌کنن. گفتم چه شده؟ گفتن یوسف گم شده. همه جا را گشته ای؟ گشته ای. این گونه امانتداری می‌کنی؟ این گونه از یوسف نگهداری کردی؟ حواست کجا بود؟ بس کن ببینم چه اتفاقی افتاده. حتی زوایای تاریک خانه را گشته ای؟ آری گشته ای. یوسف کودک باهوشی است. خود را جایی پنهان کرده که پیدایش نکنه. مثلا در صندوق یا تنور. یوسف بیا اینجا پسرم. سلام پدر. سلام عزیز دلم، تو اینجا چه میکنی؟ وای عزیزم، تو که جان ما رو به لبم رسوندی. اینجا چه میکردی؟ درون تنور چرا رفته بودی؟ بازی میکردیم. من اینجا پنهان شدم تا برادرانم نتوانند مرا پیدا کنند. فائقه، تو نباید از یوسف غافل میشدی. اگر یوسف درون تنور خفه میشد چه میکردی؟ من با خواهرم راحیل عهد کردم که از فرزندانش محافظت کنم. از این پس لحظه از پیش چشم دورشان نخواهم کرد. من بدون یوسف نمیتوانم زندگی کنم. بیا این همه زجرم نده. پیری تنها و فرتود که عمرش رو به غروب نهاده از تو تقاضا میکنه. نه، همان که گفتم. قول میدهم از این پس بیش از گذشته از یوسف مراقبت کنم. میدانی فائقه، دوری یوسف را دیگر نمیتوانم تحمل کنم. بهتر از همینجا نزد ما بماند. من تنها یک فرصت از شما میخوام. تنها یک فرصت. فائقه، تو میدانی که یوسف یک کودک معمولی نیست و من نمیتوانم در مورد او مسامحه کنم. پس رشته پیوند من و یوسف را به یک بار قطع نکنید. بگذارید چند روزی نزد من باشد تا به تدریج مهر از او بردارم. ولی سخن من همان است که گفتم. لیا، تنها چند روز. شنیدی؟ فقط چند روز. تنها چند روز. عهد میکنم که خود او را نزد شما بازگردانم. برویم جان عمه.
سپاسگزارم لیا. سپاسگزارم برادر. خدا نگهدارت. این لطف شما رو هرگز فراموش نمی‌کنم. عمه شما نخوابیده اید؟ تو بخواب پسرم، من خوابم نمیآید. بیدار شدی یوسف من؟ شما تا صبح نخوابیده اید؟ هر وقت که بیدار شدم شما هم بیدار بودید. تصور این که تو از خانم بروی آرامش را از جانم و خواب را از چشمانم رو بوده است. ولی من دلم نمیخواهد اینجا را ترک کنم عمه. من شما را دوست دارم. نمیخواهم به خانه خودمان برم. به راستی تو عمه را دوست داری؟ شما بوی مادرم راهیل را میدهید. خاله لیا را هم دوست دارم. اما به من که محبت میکند برادرانم ناراحت میشن. عزیزم گفتی که دوست داری نزد عمه بمانی؟ برای نگه داشتن تو راهی به نظرم رسیده که باید کمکم کنی. برخیز آماده شو تا نزد پدرت بروی. سلام پدر. درود بر عمه. عزیز پدر. درود بر شما. آمدم امانت شما را بازگردانم. صحیح و سالم. سلام عمه فائقه. سلام عزیزم. قرار بود چند روزی او را نگه داری. یوسف خوش آمدی پسرم. امانت را باید بازگردان. هر چه زودتر بهتر. اگر راضی نیستی او را باز میگردانم. نه از اینکه او را بازگردانی سپاسگزاریم و از اینکه مدتها سرپرستی او را به عهده گرفتی قدردان شما هستیم. یوسف برویم بازی. برو پسرم برو. خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار شما. خدا نگهدارم. حافظ. چه فرقی بین یوسف و دیگر برادرانش می باشد؟ چرا این همه به او بها می دهند؟ خب معلوم است یعقوب و خواهرش یوسف را بیشتر از بچه‌های ما دوست دارند. بسمه
بسمه. بله بانوی من. کمربند پدرم اسحاق نبی گم شده است. تا آن را ندیده ای؟ نه. با من بیا. یاکین پیر و چند نفر دیگر از اهالی را نیز باید خبر کرد. برویم. دینه آرامتر. صبر کن یهودا، عجله کنید. چه شده خواهر؟ بسمه چه شده؟ کمربند اسحاق نبی گم شده است. همه جا را گشته اید؟ همه جا را. یادگار پدرمان اسحاق بود. من خیلی ناراحتم. همان که همیشه به کمر یوسف میبستم. باز هم بگردی حتما پیدا می شود. همه جا را گشته ایم و از همه پرسیده ایم، اما اثری نیافته ایم. کی گم شده؟ چه میدانم؟ از لحظه ای که یوسف را به اینجا آوردم دیگر از کمربند اثری نیست. هیچ یک از شما این کمربند را ندیده؟ شاید یوسف قبل از اینکه به اینجا بیاید آن را جایی پنهان کرده است. فکر نمی کنی یوسف به خاطر علاقه ای که به آن کمربند دارد آن را برداشته است؟ یعنی یوسف دزدی کرده؟ شاید گمان کرده از آن خود اوست و من آن را به او بخشیدم. ولی من گمان هم نمی کنم. من برای پیدا کردن کمربند همه جا و همه کس را جستجو خواهم کرد و تا آن را پیدا نکنم آرام نخواهم نشست. فقط یوسف آن کمربند را میبست. ما از آن بیخبریم. بسیار خوب. من هم ابتدا از یوسف شروع میکنم تا بهانه‌ای نباشد. اجازه میدهی؟ نمیدانم چه نیرنگی در کارت است، اما هرچه هست این وضع مرا رنج میدهد. نیرنگ؟ نیرنگ کدام است؟ مردم، من کمربند پدرم را گم کرده ام و در صدد یافتن آن هستم. آیا این نیرنگ است؟ بسیار خوب، جنجال نکن، جنجال نکن. بگرد، همه را بگرد. کمربند اینجاست. دیدید دروغ نگفتم؟ این هم کمربند. یوسف این چه کاری بود که کردی؟ یوسف که کاری نکرده، فقط دزدی کرده. مردم کنعان، شما همه دیدید من دزد مال خود را پیدا کردم. بسیار خوب، بسیار خوب. کمربندت را یافتی، بردار و برو. به این سادگی نیست برادر. شما گویی قانون مردم کنعان را از یاد برده ای. همه این مردم میدانند که طبق رسم و آیین مردم کنعان هر کس دزد مال خود را پیدا کند میتواند او را تا 4 سال به بردگی بگیرد. به یوسف باید بردگی هم بکنه. ما همه رسم کنعانیان را میدانیم، اما تو که نمیخواهی یوسف را به بردگی ببری. در این کار لحظه ای تردید نخواهم کرد، مگر اینکه شما بخواهید رسم و آیین مردم کنعان را نادیده بگیرید. بس کن فائقه، من این سنت مسخره را باور ندارم. یوسف را هم به بردگی نزد تو نخواهم فرستاد. وقتی شما که خاندان فرستاده خدا هستید به رسم و آیین مردم پایبند نباشید، از دیگران چه توقع میتوان داشت؟ ولی یوسف یک کودک است، چگونه میتوان او را به بردگی گرفت؟ بزرگ و کوچک فرقی ندارد. این آیین همه را شامل می شود. ما هم به آن احترام می‌گذاریم. من میدانم که نیرنگی در کار است، اما نمیتوانم ثابت کنم. لذا اگر تو از یوسف نگذری مجبورم با درخواستت موافقت کنم. من دزد مال خود را یافتم و از او نمیگذرم. خداوند و رسولش از من درگذرند و مجازاتم نکنند.
برویم یوسف. تو از امروز به مدت 4 سال برده من خواهی بود. این هم حاصل آن همه تعریف و تمجید. کودکی را که بیهوده پر و بال بدهند نتیجه همین خواهد شد. کودکان گاهی از این شیطنت ها می کنند. اون که دزدی نیست. چرا با او موافقت کردید؟ فائقه نمیتواند از یوسف به خوبی نگهداری کند. یوسف ظاهراً دزدی کرده بود و من نتوانستم خلاف آن را ثابت کنم. نگران نباش، جای یوسف بد نیست. عزیز عمه، از این پس تو اربابی و عمه کنیز توست. تو وارث برادرم و چشم و چراغ قبیله ما هستی. این کمربند در حقیقت میراثی است که فقط تو لایق آن هستی. این کمربند از این پس مال من است. یوسف، یوسف پسرم، خواب میبینی؟ سلام پدر. سلام عزیز دلم. آیا نبی خدا مرا بخشیده است؟ به خانه خود راه میدهد؟ اگر جز این میکردی تو را نمیبخشیدم. تو به رسم عشاق عمل کردی، آن را که دوست داشتی به چنگ آوردی. بخشندگی زیبنده انبیای الهی است. امیدوارم لایق این عفو باشم. من گناهکاری نمیبینم که بخششی در کار باشد. اینجا چه میکنید؟ به اصرار یوسف آمدم. او خوابی دیده است و تعجیل دارد آن را برای شما تعریف کند. تردید ندارم خواب او سراسر خیر و نیکی است. در خواب یوسف ارواح خبیثه راه ندارد. خب چه خواب دیدی عزیز پدر؟ خواب دیدم که من و برادرانم در صحرا مشغول بازی هستیم. بادی تندی می‌وزد.
فکر نمی کنم تغییر خاصی داشته باشد. باید در تعبیر آن کمی فکر کنم. شاید چیزی به خاطرم رسید. شما هم مگر امروز گله را به صحرا نمیبرید؟ بروید دیگر. نمیدانم تعبیر خواب چه بود که یعقوب از آن در میان جمع سخنی نگفت. خب معلوم از سادلو سرفری و برتری یوسف بر دیگر برادرانش. تعبیر این خواب برای بچه ها روشن بود. من به عیان دیدم که ناراحت شدن. باید سعی کنم تاثیر سوران را از ذهنشان پاک کنم. یوسف نباید خوابش را در جمع میگفت. کمی نان و خرما بگذار، ساعتی دیگر نزدشان خواهم رفت. بیا فرزندم، بیا. آنچه در مورد تو گمان می‌کردم درست است فرزندم. تو را مژده می‌دهم که در آینده جایگاهی والا و مقام و مرتبتی رفیع خواهی یافت و بر برادرانت سروری خواهی کرد. پدرم اسحاق نبی در حق من دعا کرد که خداوند پیامبران زیادی در نسل من قرار دهد. همیشه دلم میخواست بدانم وارث رسالت من کیست. امیدوارم که تو ادامه دهنده راه من باشی. خداوند تو را از همه شرور و آفات در امان بدارد. شاید تو همونی هستی که ما منتظرش هستیم. پدر، رسالت یعنی چی؟ غذا و لباس مرا مهیا کن. رسولان فرزندم فرستادگان خداوند به سوی مردم هستند و مردم را به سوی خداوند و به راه رستگاری و کمال هدایت می کنند. تحویل خوابت را برای کسی نگو، مخصوصاً برادرانت. چرا پدر؟ اگر برادرانت بشنوند ممکن است آتش حسد در وجودشان شعله‌ور شود و با تو به عداوت برخیزند. نگرانم کردی برادر. گمان میکنم باید بیش از اینها مراقب یوسف باشم. اگر اجازه دهید من نیز یوسف را با خود به خانه ببرم. ببرید. مراقب یوسف باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار پدر. خدا نگهدار پسرم. مواظب باش. او را تنها نگذار. شب که بازگشتید یوسف را خواهم آورد. مدتی است نتوانستم با آنها شبانی کنم. غروب با آنها باز می‌گردم. فرزندانمان فکر میکنن که توجه شما به آنها کم شده. نگران نباش. سعی میکنم این ذهنیت را اصلاح کنم. با وجود یوسف و بنیامین یعقوب به دیگر فرزندان توجهی نخواهد کرد. خدا نگهدار. ما که همیشه غذایمان را با خود می آوریم. شما دیگر چرا خود را به زحمت انداختید؟ یعنی من حق ندارم دلم برای فرزندانم تنگ شود؟ حق ندارم بعضی روزها در کنار آنان باشم؟ هیچ چیز به اندازه آمدن شما نمیتوانست ما را خوشحال کنه.
قبل از آمدن شما مثل ماتم زده ها بودیم. کسی حال خندیدن نداشت. چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ میدانید پدر، ما احساس میکنیم که توجه شما نسبت به ما کم شده. فکر میکنیم بیشتر به یوسف و برادرش توجه میکنی تا به ما. ولی من یوسف را فقط به خاطر شما نزد عمه فائقه فرستادم. متوجه نشدید؟ فقط به خاطر اینکه مادرتان بیش از شما به او توجه میکرد. چه فرقی میکنه؟ حال مادر به بنیامین چسبیده است و عمه به یوسف. بهترین لباس ها و سرگرمی ها هم برای او تهیه میکنه. با شما موافقم. اما شما هم باید حق بدهید. ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که یوسف و بنیامین احساس بیمادری نکنند. پدر، ما از خوابی که یوسف دیده خیلی نگرانیم. مردان قدرتمند خانواده ما هستیم. تمام بار مسئولیت اداره خانواده به انجام کارهای سخت به دوش ماست. آن وقت یوسف جانشین شما شود؟ ولی خواب یوسف میتواند تعبیر دیگری هم داشته باشد. مگر نه این است که یوسف گفت چوب دستش سبز شده و بر چوب دستهای شما سایه افکند؟ این میتواند نشان دهنده آن باشد که یوسف همه برادرانش را دوست دارد، و یا اینکه یوسف نسبت به همه عطوف و رئوف خواهد بود و همه برادرانش را دوست خواهد داشت. ظاهرا غیر از تعبیری که ما نزد خود کرده ایم، تعبیر دیگری نیز میتواند داشته باشد. یعنی یوسف جانشین شما نیست؟ جانشین مرا خداوند تعیین میکند، آن هم بهترین شما را. شما هم بهتر است دست از بهانه‌گیری بردارید. یوسف و بنیامین برادران شما هستند، نه دشمنان شما. من همه شما را دوست دارم. از شما هم میخواهم که یکدیگر را دوست داشته باشید تا خداوند هم شما را دوست بدارد. بزرگان خاندان من، امید و پشتیبان من شما هستید. امروز احساس میکنم میتوانم به شما تکیه کرده دلگرم باشم. شماها شجاع و متحور هستید. با وجود شما هیچ غمی نمیتواند دل یعقوب را به خود مشغول کند. از اینکه پدر را آزردیم پوزش میخوام. گرگ، لاوی، نفتالی، شبون، گرگ گله. این را از کجا آوردی؟ ما خودمان او را کشتیم. به گوسفندان ما حمله کرده بود که بر سرش ریختیم و او را کشتیم. نگفتید ممکن است به شما آسیبی بزند؟ فعلا که ما به او آسیب زده ایم. خدا عاقبت ما را بعد از این با شما بچه‌های دیوانه و نترس به خیر کنه. حتما شما هم در این کار یاریشان کرده اید. اصلا به من فرصت دخالت ندادن. پیش از این که بتوانم کاری کنم کار گرگ را تمام کردم. ما مشغول تدارک نهار بودیم که ناگاه گله وحشت زده رو به گریز نهاد. یک گرگ بزرگ به گله حمله کرد. ما همون را کشتیم. این کار خطرناکی است. چگونه این کار را کردی؟ خب معلوم است. وقتی او به گوسفندانمان حمله کرد ما هم به او حمله کردیم. هر کدام با هر چی داشتیم او را زدیم. با سنگ، با چوب. ابتدا من با چوب بر سر او کوبیدم، سپس لاوی هم با سنگ بزرگی بر سر او کوبید و گرگ را گیج کرد. چند بار به ما حمله کرد. اگر از او ترسیده بودیم حتما ما را میکشت. ای کاش من هم با شما بودم. پدر، اجازه میدهی من با برادرانم به صحرا برویم؟ نه عزیز دلم،
هنوز برای تو زود است. بزرگ که شدی خواهی رفت. شمبون لاوی یهودا بیایید این گل میاندازیم. بروید سگهای کنعان را به نوایی برسانید. بروید. پدر که به صحرا آمده بود میگفت چرا خواب یوسف را فقط سروری بر برادران تعبیر میکنید؟ شاید معنی خوابش علاقه و محبت زیاد اون نسبت به برادرانش باشد. شاید او همه شما رو دوست دارد. آری مادر، به راستی یوسف همه ما را دوست داره. برای علاقه که لازم نبود خواب ببیند. خواب خبر از آینده میدهد، خبر از سروری و برتری یوسف. پدرتان شما را ساده‌لوح تصور کرده. باور نکنید. پدرتان خواسته شما را ساکت کند. بلهه میگفت اگر این خواب حقیقت داشته باشد نشان از سروری و برتری یوسف نسبت به شماها دارد. ولی ما با یوسف بازی میکردیم و به ما هم خیلی خوش گذشت. او پدر است. نمیخواهد برادران به یکدیگر کینه داشته باشند. میخواهد همه مثل خودش یوسف را دوست داشته باشند. چه شده یوسف؟ عمه چه شده بانو؟ پدرم رو خبر کن. یا نبی الله، عمه فارغه حال بانو خوب نیست. عجله کنید، عجله کنید. سلام پدر. حال عمه فارغه خوب نیست. فارغه چه شده خواهر؟ سرانجام موعد من هم به سر رسید. از کجا میدانی؟ تو که حالت خوب بود، یک باره چه شد؟ چه فرقی می کند؟ فقط میدانم رفتنیه. طبیبی، دارویی، درمانی، حال او خوب نیست. من از دیروز میدانستم فرصتی ندارم. فقط به سخنانم گوش کنید. دیروز که به اصرار خانه ما را ترک کردی باید حدس می‌زدم. از دنیا چیزی ندارم. هرچه هست به یوسف میبخشم و از او پوزش میطلبم. از شما نیز
پوزش می‌طلبم. من این 4 سال به نیرنگ یوسف را نزد خود نگه داشتم. به او تهمت دزدی زدم. خداوند مرا ببخشد. شما هم مرا ببخشید. یوسف من دزد نیست. من اون کمربند را در زیر لباسش پنهان کردم. من این را میدانستم. تو خود را رنج نده. این را به همه بگویید. یوسف من دزد نبوده و نیست. تو خود را رنج نده. میخواهم با تو تنها سخن بگویم. یوسف آیه‌ای از آیات خداست. همان گونه که برای بعضی رحمت و نعمت است، برای بعضی زیان و خسارت است. من نشانه های حسادت و کینه را میبینم. مواظب یوسف باش. او دنبال این راه نبوت است. لحظه او را تنها مگذار. لحظه ای از او غافل مشو. او را با خود بخوابان و تنها جایی مفرست. فائقه سفر بخیر خواهر. سفر بخیر خواهر. سلام مرا به مادرمان رفقه و پدرمان اسحاق برسان. سلام مرا به راهیل برسان. سلام مرا به پدر بزرگمان ابراهیم برسان. روی به هیچ درگاهی نکنید و تنها به او پناه ببرید. هرچه میخواهید از او بخواهید که همه عاجزند و قادر اوست. همه بر نیاز و راز درون شما غائبند و تنها شاهد حاضر
بر همه وجود شما اوست. اگر یار میخواهید یار شماست. حافظ و نگهدار میخواهید نگهدار شماست. اگر منعم میخواهید منعم و پروردگار شماست. و اگر پنداندرز میخواهید ناصح و باعث شماست. هر آنچه از خلایق طلب میکنید جمله یک جا نزد اوست. وای وای به روز کسانی که روی نیاز به سوی دیگری برند. بسا خلایق رسوا شوند اگر روز موعود خداوند با عدل ظاهر شود. بسا پرده ها دریده شود اگر او با عدالت بر خلق بنگرد. بسا امیران اسیر شوند اگر فردا حق تعالی مظلومان را دستگیر شود. بسا خون از دیده ها روان شود اگر عاصیان بر اعمال زشت خویش نازل شوند. پس توشه آن روز مهیا کنید و برای آن روز اعمالتان را اصلاح نمایید. چون فائقه همه آماده رفتن شدید که لاجرم همه رهرو این راه خواهیم شد. بیایید برای آمرزش روح فائقه همه با هم دعا کنیم. پروردگارا روح فائقه را با ارواح صالحان و دوستانت محشور بگردان.